در این ویدیو میخواییم که سه تا بتن یا دکمه را آماده بسازیم که توسط از این بتن ها دیتای ما در اینجا ثبت شوه، دیتایی که در اینجا داریم کلیر یا حذف شوه و همچنان دیتایی که در این قسمت داریم با استفاده از جستجو در قسمت آیدی از قسمت تیبل ما حذف شوه. خب کاری که انجام میدیم اول این دیتای خود اینجا نوشته میکنیم، قسمت دیتا انتری را و یک تیبل هم آماده میسازیم. بعد از اون میایم قسمت تب ویو و از تب ویو در قسمت ماکروها میایم ریکارد ماکرو کلیک میکنیم، نام ماکروتون رو ثبت میکنین و میتونید یک شارتکت هم برش تعیین بکنین. بعد از کار که انجام میدیم در قسمت تیبل خود میایم راست کلیک میکنیم، در قسمت انزرت تیبل روز به یک رو در قسمت بالا ایجاد کنه. بعد از اون دیتای خود را از قسمت کپی میگیریم و در اینجا قرار میگیریم. بعد از قسمت تب هوم میاییم، از قسمت پیست اسپیشال حالت پیست ترانسپوز رو انتخاب میکنیم. دیتای ما در اینجا به این ترتیب ذخیره میشه. بعد از شما میایید در این قسمت دیتایتان را از اینجا انتخاب میکنید و دیلیت را کلیک میکنید که حذف شود. کرسر خود را در خانه اول فعال میگذاریم، در تب ویو میاییم دوباره در قسمت ماکرو و استاپ ریکاردینگ. این ریکارد ما شما خلاص شد. بعد از اون میایید در تب انزرت قسمت شیپ ها یک شیپ را انتخاب میکنین، رسامی میکنین، یک نام برش تعیین میکنین و تنظیمات دلخواهتان سرش اجرا میکنین و بعد از اون روی شیپ آماده ساختین راست کلیک میکنین، در قسمت اساین ماکرو کلیک میکنین و از اینجا امو ماکروی را که ایجاد کرده بودین اوکی را کلیک میکنین سرش و بعد از دیتا را که نوشته کردین در قسمت بتن سیو اگر ما شما کلیک کنیم مالی یعنی دیتای ما شما در قسمت اول اینجا سیو میشه. و بتن بعدی باید بتن کلیر هست به خاطر اینکه دیتایی را که ما اینجا نوشته میکنیم برای ما حذف کنه. خب این دیتا را شما خواسته باشین که پاک کنین با استفاده از یک بتن فقط در این قسمت البته باز میایین چیکار میکنین شما دوباره در تب ویو میایین در قسمت ماکروها ریکارد ماکرو نام ماکرویتون را هر چی ماندین من میمونم کلیر و یک شارتکت هم برش تعیین کرده میتونین اوکی را کلیک میکنم و بعد از میایم قسمت دیتای خود را انتخاب میکنم دیلیت را کلیک میکنم از کیبورد و خانه اول کلیک میکنم کرسر فعال شود و همین سادگی استاپ ریکاردینگ. بعد از این میایم اینجا راست کلیک میکنیم از یک کپی میگیریم کنترل وی پیست میکنیم و بعد از انتقال میتیم در قسمت پایینتر از این و بعد روش راست کلیک میکنیم اساین ماکرو برای از این شیپ خود ما کلیر را اساین میکنیم به این ترتیب و نام از تبدیل میکنیم به کلیر و بیاییم در قسمت بتن کلیر خود کلیک کنیم دیتای ما شما از قسمت پاک میشه. بتن سومی که میخوایم ایجاد بکنیم قسمت بتن دیلیت هست. خب دیتایی که در قسمت وجود داره ما شما به خاطر از اینکه حذف بتانیم اول میایم یک قسمت کالم دیگه ایجاد میکنیم به نام مثال شما هر چه نام بدین ما میمونیم نامش اکشن نوشته میکنیم با استفاده از فرمول F اگر آیدی که در قسمت وجود داره مساوی باشه با آیدی که در این قسمت وجود داره باز شما در اینجا نوشته کنین yes یا مثلا نوشته کنین delete و در غیر از اون نوشته کنین که مثلا خالی باشه. حالی هر دوشون خالی است با خاطر که آیدی که در بالا نوشته است در اینجا وجود نداره. خب ما دیتای خود میخوایم ثبت بکنیم ذخیره میکنیم در این قسمت و اینجا نوشته شده دیلیت به خاطر که اینجا فعلا خالی است قسمت بالا هم خالی است. ما میایم یک دیتایی که تکراری اینجا نوشته میکنیم مثال شاگرد خدا نامش نوشته میکنیم در این قسمت. البته این قسمت ما آماده ساختیم فقط برای آیدی کار میکنه. باز شما میتونید که با استفاده از فرمولای nested if و با استفاده از and یا or این قسمت ها رو چک بکنید که کاملا مطابقت داشته باشه با این قسمت. خب بعد از این شما کاری که انجام میتین میایید در تب ویو دوباره در قسمت ماکروها ریکارد ماکرو یک نام میمانیم بریش مثلا میگیم که دیلیت و بعد از این کاری که انجام میتیم این قسمت میاییم ما و شما فیلتر میکنیم و اساس دیلیت فقط و بعد از او میایید در تب هوم در قسمت دیلیت روی چی کلیک میکنین روی دیلیت تیبل رو کلیک میکنین که این رو حذف شود و بعد از او دوباره فیلترتان را خلاص میکنین روی سلکت آل کلیک میکنین که فیلتر شما خلاص شود. بعد از او دوباره در تب ویو در قسمت ماکروها استاپ ریکاردینگ یک بتن دیگه از این بتن خود ما کپی میگیریم کنترل سی کنترل وی رو میتونیم استفاده بکنیم بعد به دنبال هم قرار میتیمشون با استفاده از اروکی ها میتونیم شما اجست بکنین در دیلیت و روی زیراس کلیک میکنیم در قسمت اساین ماکروی دیلیت را انتخاب میکنیم برش. خب این حال ما شما یک دیتا نوشته کردیم به خاطر احمد بعد زمین روی بتن دیلیت کلیک میکنیم و امور برای ما شما حذف میکنه. با خاطر از کدام وقت کدام مشکل پیش نیاد شما میایید این قسمت یعنی قسمت خالی هست روی خالی را انتخاب میکنید و از قسمت دیلیت
این رو هم حذف میکنیم. به خاطر از اینکه کار شما جذابتر باشه قسمت اکشن را انتخاب میکنین و این را میخواین مخفی بسازیم. خاطر مخفی ساختن شما را انتخاب میکنین و در قسمت کلیک میکنین، قسمت هاید کلیک میکنین که مخفی شده باشه به نمی سادگی. خب فایل ما آماده هست و تمام. باز به خاطر ذخیره کردن از قسمت تب فایل وقتی یک نام برش تعیین کردین در قسمت سیو از تایپش میین شما Excel Macro Enabled Workbook یا پسوند XLSM را انتخاب میکنید. به نمی سادگی شما میتونید که سه تا بتن را اضافه بکنید و کارتان را بسیار سرعت ببخشید.